دو عضو گروه هنری پوسی ریاد که چند پیش بر اثر عفو از زندانهای مختلف روسیه رها شده اند در فرودگاه شهر کراسنویارسک ملاقات نمودند. نادژدا تالاکونیکووا و ماریا الیوخینا میگویند آنها برنامه مشترک در ساحه حمایت از حقوق بشر را بحث نمودند. دو خانم یاد شده ماه فوریه سال 2012 بعد یک نمایش اعتراضی در کلیسای جامع شهر مسکو از آزادی محروم شده بودند. در اوکراین تخمیناً 800 اعتراضگر به میدان نزد بینای مأموری شهرداری کیف راهپیمایی نموده جلسه شورای شهرداری پایتخت اوکراین را مدت متوقف کردند. بینای اساسی مجلس وکیلان مردمی کیف را طرفداران اتحادیه اروپا تحت تصرف خود قرار دادند. خادمان دولتی منطقه قبیله‌های زیر نظارت حکومت مرکزی پاکستان گردهمایی اعتراضی تشکیل کرده پرداخت معاش‌های 6 ماهه‌شان را در میان گذاشتند. به قول جمع شدگان مقامات هیچ شرح ندادند که چرا نیم سال این جانب معاش آنها پرداخت نمی شود. در افغانستان گروه از داوطلب‌های کرسی پرزیدنتی نشستی مطبوعاتی دایر نموده شکایت کردند که بعضی شبکه‌های تلویزیونی با ترغیب پیشکی بعضی نامزدهای ریاست جمهوری مشغول شده‌اند. انتخابات پرزیدنتی افغانستان در ماه فوریه سال آینده برگزار می شود. طبق قانون‌های این کشور تا ماه فوریه سال آینده ترغیب نامزدها منع می باشد. فرودگاه شهر اوش قرقیزستان اعلان کرد که 1 میلیون مسافر از خدمات آن استفاده بردند. نفری که مسافر 1 میلیونم اعلان شد، بلیت 3 ماهه رفت و برگشت به مکان دلخواهش را کسب نموده است. ساکنان جنوب قرقیزستان و همچنان ولایت‌های هممرز ازبکستان و تاجیکستان از فرودگاه اوش به روسیه پرواز می‌کنند.